بیا گیل اگه اینجا سایه بیا بیا اینجا کار دارم چی بایی؟ من تو کار دارم تو اینجا هفته فهمیدی شنی گنجره سنگیله یا راستی خیریته کجا میری؟ ازم آوردم ازم ها نگو ها بخچیشم انگوله کده انگور پوره لکه تا کامه پوره شاید نشده نه ایلا جو اگه رفیق به توی دایی بیستی بدیم بریم یک 10 دقیقه به تا بخشمون نقدیدی چره؟ کما که انگور واکنی انگور؟ و تا دومان خوب میکنه؟ نه میرم از سرا ساعت لیور بیدیم همین تا دومان خوب؟ نه یک به تو یک بیستی میدیم یک ساعت انگوری میدی راست میگی لا ماما نگه ماما شیطونی میکنم به پیار هیچی نگه بیستی تو نگی به پیار خود نه من به پیار خود چی میگم پول شرط بدی گیل یک ساعت خوردی میارم تو پول میکنم خوبه ایلا جو بله ایلا جو تو برو باسکل خوب بگذاره خوبه به سرا خوامی چی نگی چره؟ حالا که تو که میری دیگه در واقع چه کی واکنه گردن مبند میام شرط میای پس ما میریم سطلی میاریم کلیام خاطر به سرایه ما میرم باسکل خود میگذاره کلیارم بیار به شرط بده که پیار تو نفهم نه سر چیزه او سر میخه سطلی ما میریم سطلی میاریم برو سلطه بخو بیاریم بیاین دماغچه خلاص برو بخیر خوبه شما بیاین کی؟ زودی بیای خوبه انا الفال برو میام برو تا کوچه چی نگی خوبه خوبه شطور بدیدی بگو من برو سطلی بیاریم بریم سطلی میاریم خوبه بیا نه ها پیار تو نیا کی؟ پیار تو پیار من نه برفتم به هیچ کس با باقیه نه بیا بیا که در بسته بیا بیا گیره جو ها تو برو بشی تو زحمت نکن تو برو همون جگاه بشی نمایی تو شما میتونی بکنی دیم برو بکن الان من دیگه ششتی تو نه خوب نه بکنی نه ما پوره خوبه تو دیم جمع تیجی کاش که یک چهوی یا غیچی چیزی می آورده من میانی که بکن عباس بگی نفتی کی نمیتون عباس کلید داره اینا کیجی بیا اینجا بیا Andio. Pure to poi no pure. Abbasه. بله. عباس. هفته یک روزی میای من میشه بگیلت. چیزی میدی بیا این ساعت لبگی بیا. بیا این ساعت لبگی. ساو.
خبر بیا بگو بله اینا را کجا آورده بو؟ سلام کو کجا میری؟ بگی رگمو بگی کجا میری؟ مامان از من نبودم اینا را کجا میری؟ ها؟ ایلک داد ایلک داد؟ ایلک چی داد؟ گفتم بیا این طبق چون انگورا خراب میشه بکنیم بخور همین تا گو؟ انگور خوردن خود طولمه ندار گیلک بتون تعارف میکنه دروغ میگه روز هم برای عزیز من تو برگی لگوران و من چی داده بود با انگورا رو خودی داده گفتم بیا انگورا خراب میشه بزنه تو تاکیش تو چرا با من انگورا میگی؟ ها؟ و تو کی میگه بیا تابو؟ مامان روز گیلک گفته چو بس گیلک گفته گیلک چی گفت تو؟ پیش خود خوکنه من داره وقت با ما گیلک داره وقت برو دیگه بده مامان نصیحت لما نمیدیم میدون اشتباه نمیدون رنگا که زینو به خاکش تال 10 سال تو انگورم تو واکدم ببردم کلا گندم یا گیلا 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 کم نیو تابو گیلا گراج نداره با چون میاد تابو قپیش انگورا میجونم میبرم خب تو تماشا کن من اینا چکار کنم دیگه اینا مال اسلام نیه شما خجالت نکشن از قطع قیافه خو میاد تا باغ دوزی میکنی خجالت کشن قیافه روز هم خو بلالا من چی دادم بیا آدم انگور بردم تو چه به من نگفتی روز که بیام از انگور بردی بیدم و گیلا گفت هایی چی نگو گیلا گو چی نگو باشه برو مخونن به خود گپ بزنم سعی کنی با سلام علیکم. سلام علیکم. شلون خوبی بخیر. شلون بالو خوبی خیریت بالو مو خیریت. خدا واسه این سال تنگیر بیاردم به شما زحمت شده مو خیر بینه. نه زنده باشین امروز برو اردو برو شما بیام دیدم به طباقم دیدم طباق شما بله آرامه خدای عباسی چی بود هم داد چرا مو میام دیدم طباق ما شما دیگه هیچ کس نبود طباق دیگه خب دیگه من خدای دلم بوسخ پس انگیرا وردشون بیاد این انگورا رونا کنده بودم بله همین یکی بیاد طباق شما دیگه با ما تا رو گفتن که گیلاگ و طباق هر چیزی غم بکنه گیلاگ جواب نداد بتام شاید گیلا گنا برد من نمیفهم که در اشتباه کرده مشکل من عباس سلام کنم عباس عباس مشکل بیا امام مسایی کنیم کنم چیه دارید جمع شو گیلاگ نمیتونم بیا یک دقیقه سلام مامان امروز چی میگم طباق از اینا رفته بودین شما ما آه طبق از اینا ما خود ما نرفتیم گیلک ما بود گیلاگ بود işte که مهراج مطابقه چیکار کنه گیلاگ درک کنه işte گیلاگ حالا شما گیلاگ بدیدین ماما یا من ندیدین نه گیلاگ مطابق ندیدم پرسون میکردین دیگه شاید من گیلاگ مطابق ندیدم دیگه ما بیدیم من اول بدیدم یک بیستی ما گفتیم گیلک باغچه شما انگور داره لکن گفتگا گفتیم یک بیستی تو بودم کم انگور میده خاطر ما کسی زمین چیزی نداریم تگا گپ بینه یک بیستی برای من دادم گفتم تکبور هر چی می بخواه بکن ما این سطل پر کردیم یعنی من 20 به شما می سالت پر کردم شما مقدر فکر کنیم همینا به 20 ارزش داره که انگوری که کلی 50 به قیمت اینه خیر مامان امروز دیگه بخشش دیگه مقدر خود شما فکر کنیم دیگه اشتباهی بکردم معذرت دیگه خیر باشه شما دیگه اینا را می واسه آوردن که دیگه مرورات اشتباهی دیگه نکنه نه دیگه برو به خونه برو بده
ببریم مامان. نه دیگه نمیبرم. ببریم خب. نمیبرم. بیا این چاشت یورو باشه. خیر بینی. بخشش باشه مامان باز ما خود اینا گپ میزنم. خیلی ببخشید. خدا. ساعت لسکی مامان. ساعت هم خود اینه. خیر بینی مامان نوروز. سر بوم طلایم دل بر من ایلا گستکم تو کار دارم. بگو کجا میری؟ من میرم پسرا. از این کارتون انگور نداری؟ ها؟ کارتون انگور گوشات تو ضعیفه. کارتر انگور؟ نه. اگه داری جان برو بیار با تو پول آمدم میرم با باغ انگور و کنم میبرم شهر. و اگه از اینا داشته باشیم پیار من صرف فرشی میکنه. پیار من میگه اینا چرا ببردی به مردم دادی ما خود انگور وا میکنیم. یعنی ما انگور نداریم. یعنی خورده میشه کارتون شما؟ نه پولا میگیم میدم. به کرایه بده به من به کرایه. چطور به کرایه بدم؟ دونی داری به کرایه بده باز اونا که ما بردم انگورا رو بفروختم با میام پس چیز میدم. این خاریه که به تو به کرایه بدم. حالا اگه داری اضافه جان برو بیار. بابا پیار من صد دوه میده عباس حکم بیامده خودی که گیر اینجا بیامده. انگورا مال به چیز بجونده به 20 متر سر به شیره میدیدم. 20 پی به ما بدادم اینجا برادر من پیار من تا تون سلت کرد. با دست آخر با لطه که بخوردم نوش جان کردم جام خیلی بارو من بیش کرده که بابا دیگه تو کنام خدا لکته شدی ایت بی عقلیا نکنی گفتم خب بابا نگفتی که تو پیار تو میای بزو چیزی ندی میگفتی که نگفتی که تا زمان زنده میمیت بی عقل بی کمال هستم ها یاد میاد تو بردار تو بعد اون بابا گوتا بابا سلام نگوته بابا خودی من دست بالا به کسی بزنم و بعد باشه من دو دسته بالا کردم دو دسته خود بالا کسی کلی یلکا یعنی کسی بابا دیونه رویدی و دست چویدی به شما گوته که دیشتانیه او بچه لالومت که دیون بود تو مفهم رقیف منه و پیری رقیف منه این تا گردن و من خوب به تو نخر شلغم هیچ کس از تو پرسان نمیکنی به طرف من دست بالا کرد حالا اگه داری بیاد سیواته که به من کارتان بیاری اینا را لغت میزنی یار پاک سرگی پاک صبر کن بیا اینجی چیه؟ دیونه چیه؟ بیا یک دقیقه بیا چی می؟ بیا اینجی تو سایکو ازومور سایکو انگورار سایکو خب براتون دم باغ ماما لالومت خب با تو گفتم یک چنگ ازوم بریم بده این تاکار با من بداد انگورار سایکو انگور با من بداد تو گدا پچوله با تو گفتم برای کمک تاک برای ما بده که مادر امرو نون پخته داره گفتی برو برات کار خون نمیدم نه تو عظمی بگو مادر تو یک که پختی یاد داره یا مادر من نون پختی یاد داره بابا خب ما با تو گفتم 20 هم با تو میدم 20 تو ندیتی کمی انگور هم بده خب چه کار میشه ما و تو همسایه ایم آخه امرو که تو با ما یعنی که به تو میگم بیا یک خودی با تا جواب بلزی همسایه نیم ما بیام بزنم الان ما خود با بختم شریکم آفرین به زینا شیریکی به انگورا شیریکی بابا با هم مردم از این تاپا خوش میدیم دردانه و من باشه میاد پیار ما از نون سیرش او نمیخوره بابا پیار تو بیا از ما میشناسم خب. تو که تو آدمی نبودی اما تام حال رات پیار خو گرفتم مثلا پیار خم چیز خصیصی شدی مرد باید من اینا بیا حوالا 40 منم اینا بکشی 20 من میایه 20 من اگه 20 40 من اینا خدا واسه بداده صبر کن سایکو کشته انگورا داده تو خصیص دیوانه تو بومه سایکو کشته انگوراه انگوراه من تا بخ شما همین تا انگوری داره سایکو ایر سایکو بام عمر خو اینا همین تا انگور بدید تاله اینا سیالاله سیالاله از ما زردلاله از اینا نمیشناسی انگوره اما انگورا کو خورده کلیس خورده خورد تو با تو گفتم ماما کمک انگور بده که میمون بده نه نمیدم ما مفته که نمیدادیم
ما به تو 20 پول میدادم 20 پول پیار ما میگه پیار ما میگه انگور با مادر خو نفروشی مادر زمان به پیار خو میگه به پیار خو نفروشی خب پیار خود نباید بگی دیگه اگه تو پیار خود بگی خب 20 خود میگه پولی نه تو چرا برای انگور دادی یا برای زیه چی دوزی من دوزیم تو بابا سوی باقی من آخه دوزیم دوزی بارا خبرو ایتا برفشون پیار ما میگه دوزی خودم دیوانه کم هر چه لباس نداری بیفایده برو مرد که بی عقل سیگه تو دیوانه بلیلا چیه؟ طور به سر امو برار خود که گفتن چی فرت به من زنگ میزنی به سر امو برار خود داری اصلا تو بگو به خانواده شما یک آدم هوشیار مثل من است مثل تو؟ یعنی واقعا اگر راست نگوشت همی سرکلی افرنگ تو که من نمیبینم یعنی اصلا ما خانواده شما یک هوشیار یعنیه سخته تو بگیره ما باغ داریم ما مال 20 خر انگور داریم 20 خر این باغ انگور کلیس خورده شما دارن خود شما میخواد فس بله فس